و البته منظوری ما از یاد کردن این نیست که نعوذ بالله توهین بکنیم، چرا که خود امام ابو حنیفه رحمه الله نظرش این رقم نیست که امروز به نام حنفی مردم ها انجام میده، نه عملش بود، نه دستوری کارش بود، نه قانونش بود، هیچ کدامش نبود. گپ ده ایست که امی یهود هم و کسایی که در ضد قرار داره و گاهی هم امی پیام قرآن هم نمیشنیدن. چقدر پیامی والا و بلند است. قرآن اجازه میده که گناه سابقه را هم مکمل الله بخشش میکنه، به شرطی که یا ایمان بیاره و راه تقوا را اختیار بکنه، پرهیز بکنه دیگه از این دشمنی. چیز دشمنی داره؟ این بهترین چانس برای اون مردمایی بود که در مدینه بودن. چرا در مدینه خب یا میفهمیدن با وصفی که یا چون در قلبشان حسادت و عداوت و دشمنی بود، دلشان آرزو نداشت که مسلمان ها کامیاب شد، از همون خاطر دستایس جور کردرایی بودن که چی وقت باشه این مسلمان ها از بین بره. اما او طرف میدیدن که خیلی توده کم با امکانات کم سری لشکرهای بزرگ کامیاب میشه. یک گپ در قلب از جا یک ترس پیدا میکرد که والا یک روز میشه همیا مکمل حکومت میگیره، برای خود خو ما یک چیزی آماده بکنیم این نفاق ما شاید افشا شود. نه، از دست ضدیت و عناد امی قدر گپا امی گپی خودم یا یک کمی قوت نمی بخشیدن که یک چند قدم پیشتر می آمدن حقیقت ایمان می پذیرفتن. نه، علتشی بود که ضد بود. پس قرآن برای ما درس میده که کسی ضد داشته باشه، عناد داشته باشه، او رای حق پیدا کرده نمیتونه. ما بسیار الله متعال ما را مامور به کرده لعلکم تعقلون لعلکم تتفکرون. بار بار قرآن کریم دعوت برای ما میده. برای چی میده؟ ما در تمامی مسائل باید تفکر بکنیم، تعقل بکنیم، سخن هر کس بشنویم. از ما را تنها قبول نکنی، از دیگر را قبول نکنی، سخنها را در بین بگذاری، طول بکنیم. چی وزن داره این سخن؟ کدام طرف ما را میبره؟ در گمراهی یا در نیکی هدایت؟ کدام طرف ما را میبره؟ انسان باید همین قسم باشه. بعد از او تفکر در سخنها شود. خب دقیق یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه مطالعه کو، پیش برو پیش برو پیش برو. یک برادر از اهل تشیع آمده بود، گفت من اینا اعلان میکنم. من برش گفتم که نبیادرم. خب یقینی ثابت شده که راهی که تو رفته راهی بوده، برای تو خطا معلوم شده و این راه برات ثواب است. گفت بله ها بالکل. من گفتم نه، یک چند کتاب دیگر هم برش دادم. من گفتم این هم در مطالعه بگی. برام زنگ زد یک ماه بعد، دو ماه بعد، گفت مولوی صاحب والله قسم همین قدر شبهه دیگه باقی نمانده که ما بگیم که این راه کدام راست و او راه. الله متعال خب به انسان عقل داده. باز دیگه وقت آمد الحمدلله، باز برش گفتم که چطور است؟ قلبت مطمئن شده؟ گفت بالکل، دیگه همین قدر شبهه برام باقی نمانده. و این گپ بالکل هویدا است. گفت ما مجالس شما را هم دیدیم، مجالس خود هم دیدیم. در بین روایات اینجا روایات نقد میشه، روایت سرش بحث میشه، ارزیابی میشه. اونجا فقط نقد نیست، بجز از لعن، طعن، دشنام، بدبینی در مقابل سلف. ما را گفتم اینطور تربیت شدیم که فقط امی کلی مردمی که سابق تیر شده کلش نعوذ بالله کافر است، هیچ حیثیت نداشته، خصوصا همراهان پیامبر صلی الله علیه وسلم. باز گفتم اینطور ذهنم می آمد که خو وقتی این مردم اینقدر منافق و اینقدر مرتد و اینقدر دشمن دین است، این فتوحات اسلامی چطور میشه؟ خاطر پیغمبر چرا قربانی میده؟ گفتم این عقل خود کم کم در کار انداختم که آیا کسی که ضد با پیغمبر داشته باشه رای پیغمبر کامیاب میسازه؟ او خود تخریب میکنه در روز اول. باز گفت که اینا پاچایی غصب میشه. خب پاچایی غصب میشه. علی رضی الله عنه که قدر شهامت داشت، غیرت داشت، شجاعت داشت، مردم هم قتلش استاد، هیچ چرا از حق خود دفاع نمیکرد؟ یک طرف میگیم که مقابلش هیچ کس نمیتونه، دیگه طرف بزدلترین و بگه نعوذ بالله بی غیرت ترین مردم رو معرفی میکنیم که خلافت از پیش غصب کرده. گفتم این نقطه مرا چی کرد؟ باز گفت بعضی رسائل دیگر که پیدا کرد مسئله امامت شد. خب قرآن کریم مسائل استیزان خانه را ذکر میکنه که وقتی در خانه داخل میشه تک تک کنی، اجازه بگیری، اگر براتون اجازه داده نشد برای رد شوی. مسئله خانه استیزان خانه را ذکر میکنه امامت که مسئله بنیادی و اساسی است. قرآن چرا ذکر نشده؟ سوال برام پیدا میشد. کم البته گفت علت ای بود که ما ضدیت و تعصب نداشتم، مجالس اهل تسنن و علمای شام نشست کردم، با اهل تشیع نشست کردم، مقایسه کردم، اردو مجلس مقایسه کردم. اینجا چقدر گپ است، نه طعن است، نه لعن است، نه دشنام است. سرسخترین دشمن خدا یا
با کلمات خیلی همینطور ترغیبی بیان میکنه. همون نقد که میکنه نقدی به جای میکنه. اما اونجا که ما اول شروع میکنه که لعنت الله علی عمر، نعوذ بالله، لعنت الله علی ابوبکر، عجیب گپ است. گفت خطبه، آغاز خطبه ما به لعنت میشه. مرا واداشت که من باید چی بکنم؟ تحقیق بکنم. الحمدلله گفت حالی مکمل اینطور قاطع اطمینان حاصل شده که هیچ پرسان نکن. یقینا انسانی که سلمان کیست؟ از ایران حرکت کرده، تحقیق کرده، رئیس تا که رای حق پیدا کرده. از ایران حرکت کرده. دین زردشتی را میبینه که چی دین است؟ آتش پرستش که باز دمی آتش دسته ببر بسوزه. عجیب معبود است. سالا احترام و تعظیمش رفت قطع اسقفا یک جای شد. نصرانیت برش یک کمی خوب معلوم شد. در آخری مرحله که چندین اسقف و پاپا تیر کرده بود، برش گفت که تو خو میموری مرا توصیه کجا برم؟ پشت حق میگردم. پشت حق میگردی؟ گفت حق امر یک پیغمبری است که این نشانه را داره. برو در مدینه منوره. اینی طور دو علامه را برش بیان کرد و سلمان رضی الله عنه حرکت کرد تا که دینمی حقیقت رسید. ما چرا اینمی شیوه را چرا ما در پیش نمیگیریم؟ چرا تأمل نمیکنیم؟ از تعصب چرا کار میگیریم؟ همین دستی فقط بگویم تا پس قدم زده برو. مردم کافر، مردم مشرک، مردم یک قسم، مردم دیگر قسم، یه وابیسته، یه فلانیسته، فقط کلگی ما. نه کمی خیر است مطالعه کو، یک چند روز بیاد می ترجمه بشی، باز بعد از همین گپای مردم خلاص شوه. از انگلیس برش پیسه میاد. کاش که انگلیس بر ما پیسه بده ترجمه قرآن کریم، که ما قرآن درس بدیم انگلیس پیسه بده. از کده ها چی دیگه کجاست؟ نه از عرب برش پیسه بده. از عرب کی پیسه بیار؟ خوب گپ است. مسلمان ناس بر ما پیسه بده کمک بکنه. خب او دامنکشانای بی غیرت تالی را از حال ما هم خبر نداره که چی میکنه. ما بیچاره با بسیار چیسته امکانات عادی کارهای خود پیش میبریم. این تبلیغات برای انسان مناسب نیست. مسلمان درس الله میتور میده. گپ ده ای بود که کسایی که عناد داره و رای حق برش میاثر نمیشه، وگرنه پیام قرآن چی طور بود؟ ولو ان اهل الكتاب آمنوا، اگر اهل کتاب ایمان می آوردن آن چیزی که تقاضای ایمان است، یعنی پیغمبر جدید به دین جدید که منافات با دین شانم نداره، و اتقوا خدا نگاه میکردن از این رایهای مخالفت، از این بدبینی ها و از این نعوذ بالله دسیسه ها، لکفرنا عنهم، خامخا دور میکردیم از یا سیئاتهم، مطلق گناه هایشان. چرا؟ در حدیث می الاسلام یهدم ما قبله، الاسلام یجب ما قبله، در حدیث ها خواندیم و شما. ولا ادخلناهم، خامخا داخل میکردیم یارا جنات النعیم، در طور باغایی که نعمتایش دائمی است. باغای دنیا واری نیست که موسم داشته باشه، الا خزان آمد الا زمستان، در باغ بری هیچ چیز نیست. باغ جنت همیشه باغ است. مثل که در تابستان میوه گون رنگ باغ مشاهده میکنی، اونجا دائمی است. ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، این نقطه خیلی قویه نمیسته. ولو انهم مازی به این نمیشه که انسان خود نسبت بکنه که من اینا چیستم، منصوب به سوی یهودیت هستم، نصرانیت هستم، به اسلام هستم، قرآن دوست دارم به می زبان، اما قرآن در پیش وجود نداره، معنی و مطلبش نمیفهم، عمل سرش نکردم، دعوت قرآن از سر نمیدانم، هدفی آمدن قرآن برای ما را نمیدانم. از کجا ما است کلی کمالات از خود بکنیم؟ قرآن کریم آلی برای ما بیان میکنه. ولو انهم اقاموا التوراة، عالی. ایمان و تقوا کی حاصل میشه؟ ایمان و تقوا کی جابجا میشه، مستحکم میشه، ریشه میگیره؟ ولو انهم، الله بیان میکنه اگر هم اهل کتاب اقاموا التوراة، قایم میکردن توراتا، قایم میکردن توراتا، والانجیل، انجیل، خود تورات انجیل اگر قایم میکردی برکات برش میآمد. تورات خب تحریف شده بود، انجیل خود تحریف شده بود. او اینجا تو میگی اگر قایم میکرد؟ دو جواب داریم. در زمانی که تحریف نشده بود یا قایم میکردن، عمل برشان میکرد، مقتضای چیزی که در تورات بیان شده بود را واضح میکرد بر مردم دعوت میداد. باز دیگه تبعیض هم نمی آمد، صفات پیغمبر بیان میشد، مردم حقیقت نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم میشنیدن، آشنا میشدن، گاهی باز رای مخالفت در پیش نمی گرفتن. اما علما پنهان کرد. یک معنی است. دوم، اگر یا قایم میکردن تورات، مراد از پیشش اصول و ایمانیات است، مسائل احکام جزئیش نیست. اگر امو مسائل و ایمانی و اصولیشان که دوی هیچ تغییر نمیه، او را قایم میکردن. ولی انجیل قایم میکردن. اینجا قایم کردن چی را میگه؟ تورات قایم میشه، تصدیق میکردن به آن چیزی که در این کتاب آمده، بعد از شروع به عمل میکرد، که عملی میکردن.
و ما انزل الیهم و آن چیزی که نازل شده به سویشان من ربهم از جانب پروردگارشان. اینا چیزی که نازل کرده شده به سویشان. اینجا نمیگه و ما انزل و چیسته ولو اقام التورات والانجیل والقرآن. قرآن نمیگفت خلاص کیا قائم میکردن؟ هر کتاب آسمانی که می آمد حقی کتاب آسمانی را ادا میکرد. اینجا اینطور که ما انزل الیهم آن چیزی که نازل شده به سویشان اشاره به این میکنه که قرآن در پالوی خود چیزی دیگه هم منزله را داره که از جانب الله است. کدام است؟ حدیث محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. مسئله اجتهادی پیغمبر علیه السلام هم مهر تایید از طرف الله میشه. چرا اگر پیغمبر اجتهادم بکنه خطا شوه الله متعال تنبیه و آگاهی برش میده. زمانی که تنبیه و آگاهی نامد اجتهاد پیغمبرم چی میشه؟ مهر تاییدش لگانده شد و هم به منزله وحی گشت. از همون خاطر است که در حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه نیابم یکی از شما را که تکیه زده باشید چی بگه چوکی و تختیتان او میگه که چیزی که در کتاب الله ما قبول داریم دیگر کار نداریم. نه، برای ما به مثل قرآن چیسته مثل از او هم داده شده بلکه از او کده زیاد. اشاره به حدیث میکنه که هیچگاه کتاب الله تنها کفایت برای هدایت مردم نمیشه تا که حدیث پیامبر قطعش یک جا نشه. چرا؟ به خاطری که کتاب الله امور کلی و اجمالی را گرفته، تفصیل نگرفته. قرآن تنها واقیم الصلاه گفت، اما کیفیت نماز، مقدار رکعات، اوقات وقتش بیان، شرایط نماز، این کی بیان کرده؟ قرآن بیان کرده؟ نکرده بیان. به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما زکات فقط و آتوا الزکات گفت. نصاب در کدام چیزا زکات است؟ چی شرایط داره؟ کی زکات داره؟ به کی داده میشه؟ اینه اگرچه کی داده را خدا قرآن کریم هم ذکر کرده، اما دیگه مقدار و این گپا را کلش پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریح کرده. دیگه از دو خاطر کسی که تنها قرآن قبول داره و حدیث قبول نداره یا راه الحاد و بیدینی است. این فرقه فعلا موجود است. در پاکستان هم اینطور فرقه بود، پرویزیا برش میگفت تنها قرآن قبول داشتن حدیث قبول نداشتن. خلاصه ایست که در دین ما آنقدر شبهات دشمنای دین انداخته که پرستان نکنه. چرا؟ میگه حدیث با سند بر ما نقل شده او سند خود مردم نقل کرده، مردم سری گپایش اعتماد نیست. یگانه چیزی که برای ما قابل اعتماد است قرآن است. این گپ این شبهه را انداخته رو ایست مردم بیراه میسازه. نعوذ بالله. بسیار حالات سخت است. امروز مفتیا اینقدر بیگا یک بچه آمده بود کلگی را کافر، در افغانستان ما و شما را مکمل کافر، عربستان که حج میره کلگی کافر، حکومت اسلامی کلگی کافر، فقط یک خودش مسلمان. چرا؟ و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کسی که حکم به ما انزل الله نکنه او کافر است. خب حکم خود تنها ایره نمیگه، ما او را تشریح هم کردیم نه، حکم خود تنها ایره نمیگه که قاضی فیصله کنه، حکم تو هم حاکم هستی سری، پدر و مادر حاکم است سری اولاد خود، استاد حاکم است سری شاگردای خود. اگر تو فیصله نکردی به ما انزل الله خیر معلم کافر است. چرا؟ به خاطر که حکم به ما انزل نکرده، نمره شاگرد خود چی کرده؟ بوی خورده کم داده کافر شده، کلگی کافر. و میگیم که معصیت کفر نیست. عجیب حالتا پیدا شده، سخت مردم را گمراه کرده رایسته، علم نداره. خو تحکم کفر است. تحکم موسیقیش چیست؟ چی مطلب داره؟ معنیش چی است؟ نمیفهمه. خلاص عجیب یک تعداد مردم بیچاره را جوانا را گیر کرده به نام از اینکه اینا ما آیت برات میخوانیم، آیت قرآن غلط تفسیر میکنه، با تفسیر سلف تفسیر نمیکنه. ما اگر آیت قرآن با تفسیر سلف نکنیم ظاهر تنها آیت ببینیم بسیار خرابی ها پیدا میشه. تیر کردیم امو آیت نه. کسی که توبه برای کسانی هستند که با جهالت چی میکنه؟ توبه میکنه. ظاهر آیت سعی کنی که یعنی نمیفهمه کی گناه است، اما گفتیم که نه میفهمه کی گناه است، از عاقبت بی خبر است. این مطلب داره. چرا؟ به خاطر که صحابه اینی مطلب گرفتن. چرا خودی صحابه دمی اشتباه واقع نشدن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. صحابه ایران ماندن که کسی که ایمان خود مختلط به ظلم خود مطلقی تجاوز زیادت میگه. کدام انسان است که خطا نکنه یک چیز زیادت نشه؟ پیغمبر برش گفت نه شما تفسیر زیر نمیدانید. ظلم اینجا به معنای شرک است. اینجا عدم اختلاط ایمان امر شرک نکرده باشه امن و اهتدا برش است. اینو لیسای کن ضرورت به تفسیری کی شد؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. وگرنه ظاهری معنا آدم تباه میکرد. امروز این گپا پیدا شده.
خب و ما انزل الیهم و قایم میکردن آن چیزی که نازل کرده شده برایشان من ربهم از جانب پروردگارشان لاکلوا میخوردن من فوقهم از طرف بالای خود و من تحت ارجلهم از زیر پای خود. مراد از فوقی است بارانا در موسمای خیلی مناسب وقت به وقت باران میشد که سبب چی میشد؟ تازگی زمین، سبب تری زمین که خود به خود گیاها و میوه و درختها سبز میشه. و من تحت ارجلهم از زیر پایایشان که الله متعال کشزار خواب رونق میداد، زردی مردی نمیزد، انواع دانه ها ترکاری ها از زمین بالا میشد. یک معنی است. دوم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، مراد از فوق اونمو درخت ها است که میوهش در شاخه قرار داره و فوق میباشه از سر انسان. و مراد من تحت ارجلهم میوه هایی که در زمین است، خربوزه و چیستا تربوز و گپا که در زمین است. هر دو معنا درست است. الله متعال میگه که خواه این چیزها را سرشان میخورانید. منهم امت مقتصده، بعضی از یا یک جماعتی است که درمیان حق پرست است. مقتصد درمیان رو میگه کسی که افراط و تفرید نمیکنه. تشریح میکنیم و کثیر منهم ساء ما یعملون، بسیاری از یا خیلی بد است کارهایی که انجام میده، آنقدر کارهای زشت انجام میده که پرسان نکن. در اینجا الله متعال میفرمه که اگر یا قایم میکردن تورات و انجیل، از این معلوم شد که قیام نکرد. مراد از قیام چی بوده؟ در تورات خو پوشای طلایی را جور کرده بود. چطور تعظیم تورات خو کرده؟ معلوم شد که پوش طلایی جور کردن اقامت تورات نیست. اقامت تورات است که تدریس و تعلیم شود تورات، به مردم احکامش بیان شود و بعد از او عمل شود، دیگه مردم دعوت داده شود به سوی ازی. این اقامت تورات است. در آیت قرآن کریم برای ما واضح میشه که عملی کردن کتابای الله متعال نه تنها که سعادت و نیکبختی آخرت در قبال خود داره، بلکه الله متعال زندگی دنیوی را هم درست و آرام و مطمئن میسازه. بس او خود شده میتونه که امو میوه ها را آدم نبینه، لیکن زندگی خوش نصیبت میباشه، قلبت آرام میباشه، مطمئن میباشه. از امو خاطر آرامش یا زندگی این تعلق به این نداره که نعوذ بالله انسان اسباب و وسایل دنیا را زیاد داشته باشه. بسیار مردم است بلدینگ هم داره، کشوفش هم داره، هم موتر هم داره، بادیگارد هم داره، اما مطمئن نیست، آرام نمیگیره دلش. دروازه کمی کلکین شمال پیدا میشه رب میزنه، سعی میکنه خیز میزنه که البته بم پرید. زندگی آرام نداره. زندگی آرام یک کسی هست هیچ در خیمه زندگی میکنه، اما اینقدر آزاد خوش است کوچی در سری کو پروایی چی را نمیکنه، چیستا بیدای خود خوانده رو ایستا، خب آرام مطمئن زندگی میکنه. الله متعال اقامت تورات انجیل و هر کتاب آسمانی را سبب آرامش زندگی. امروز مضطرب هستیم، کل مخلوق میره میگه که زندگی ما بسیار نارام است. چرا نارام است؟ علت تزیر پیدا کنیم، پشت علاجش بگردیم. هر کس تلاش داره که همین زندگی آرام شه. تا چه آرام میشه؟ دیگه که برگردیم به سوی کتاب الله، فرقواریت از بین ببریم، در یک مرجع کلگی ما رجوع میکنیم، از یک جاغه سر میکشیم. جنگ جدل گم است. فرقواریت از بین ببر، نه تعصب لسانی مذهبی بگوی سمتی گروهی، هیچ کل شوست کنه، مشکل حل است. همین مشکلات قرآن حل کرده، صدر اسلام هم حل کرده، اول هم حل میتونه. توده های پراگنده که سالا جنگا کرده بود کلگی را یک برادر ساخته. امروز هم ما یک برادر شویم به قرآن علاج بیان میکنه. اگر کسی بگه که ما نمیفهمیم چرا اسلام در حالت استرا پریشانی است، قرآن میگه برای دینا علاجش چیست. منهم امت مقتصده، قرآن کتاب انصاف است، خط بطلان سری کلگی کش نمیکنه. وگرنه دسایس و گستاخی و نعوذ بالله چاره سنجی که یهود برای تخریب اسلام میکرد هیچ گفته نمیشه. اما یک نفرم که در بینشان پیدا میشه آدم نیک، قرآن از یاد میکنه. منهم بعضی از یا امت مقتصده، یک جماعتی مقتصد است. اقتصاد در میان روی را میگه. در حدیث هم الاقتصاد نصف المعیشه، در میان روی نیم زندگی است. اگر یک آدم در طول زندگی خود همیشه حرکتی در میانه داره، اسراف بیجام نمیکنه که یک دفعه مال خود به مردم داده بره و اینطور بخل بیجام نمیکنه، بلکه متناسب روان است. واقعا نصف زندگی است. نصف زندگی تا توسط میان روی تو برقرار ساختی، خلاص. ولی نصف دیگر به دیگه وسایل برقرار بساز. اینجا امت مقتصد کسی را میگه که حق پرست باشه. حق پرست کسی است که راه وسط در پیش گرفته، افراط و تفرید نمیکنه.
معلوم شد که در بین یهود هم بعضی کسا مثل عبدالله ابن سلام رضی الله عنه واره مردمی بود که اسلام آوردن، رای توحید و تابعداری پیامبر را ترجیح دادن. اینمی اقتصاد است، افراط و تفریط نمیکنه. و کثیر منهم ساء ما یعملون، بسیاری از یا خیلی بد است آن چیزی که یا انجام میده. چرا؟ تمام عمر خود فقط نعوذ بالله در دشمنی دین، تخریب دین، دسیسه جور کردن دین، ده اینمی کارا تیر کرده. خیلی بد زشت عمل دارن. چرا؟ زشت به خاطر است که هم باسواد هستن، صفات دین، صفات پیغمبر در کتاب خود مطالعه کرده. این کتاب جدید با کتاب خودشان هیچ منافات در اصول عقیده نداره. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بله، الله متعال برای پیغمبر چی میگه؟ یک طرف که میبینی دسیسه های دشمن، بس اوقات انسان مایوس میشه که یک قدر تخریبات و یک قدر دسایس است، کی تبلیغی ما کار میکنه برای مردم؟ نه، چقدر یک امید بزرگ برای ما و شما در یک میدانی که هیچ تصور نمیکنی که آیا سخن میچنه یا نه. شاید با مطلقی گفتن مردم مرا از این منطقه بکشن. نه امید نشوه، برای الله سخن الله را بگوی. باز میبینی در بیرانه بگی، بیرانه یک بیرانه هیچ کس وجود نداره، مخروبه است، خانه مخروبه است، امونجا سخن حق به خاطر الله بگو، سعی میکنی که سبا روز اونجا یک نفر پیدا شده دعوتگری حق. گپ دینم اینجاست. قرآن کریم در می حالاتی که یهود انواع دسایس و حیله ها بازی را داره در مقابل تخریب اسلام، الله پیغمبری خود چی مخاطب میکنه؟ یا ایها الرسول، پیغمبر، رسول که گفت اشاره کرد که وظیفه است. وظیفه خود آدم نمیمانه، آن چیزی که وظیفه است او را ماندنی باید نباشه. یا ایها الرسول، پیغمبر، بلغ برسان ما آن چیزی را انزل الیک که نازل کرده شده، فرستاده شده به سوی تو، من ربک، از جانب پروردگارت، برسان. وظیفه پیغمبر رساندن است. حکم الله را، دین الله را به مردم بیان کن. نصاب تبلیغ چیست؟ قرآن برای ما میگه نصاب تبلیغ چیست؟ تبلیغ با چی میشه؟ تبلیغ با تبلیغی نصاب نمیشه. 4 دانه حدیث موضوعی و ضعیفی مولانا زکریا صاحب الله غریق رحمت کنه جمع کرده، امروز یک چند حدیث دیگه و حکایات امور در دست بگی 3 ساعت ترجمه قرآن کریم شه، باز میگه تعلیم کی نه. یک کتاب خسته نمیتونه تعلیم شه. این قرآن کتاب الله، این تعلیم نبود تعلیم. این گروه خوب مردم است، بهترین مردم است. واقعا دعوت به سوی دین بهترین وظیفه است، اما نواقص داره، نواقصش نمیسته. هر گروه که در کدام مسلک رفت فکر میکنه اینمی مسلک حق است، دیگه خلاص است. اگر بستره در پشتت بود تو جنتی هستی، اگر 24 ساعت پشت قرآن نشسته بود تعلیم میکردی، نه جنتی نیستی. فرقه ها که خطا میشه به می خاطر، اما یک منهج خدا سبب نجات میداند، دیگران را کل شخط بطلان میکشه. ما بارها براتون گفتم که گاهی هم ابلیس لعین ما و شما را خطا میکنه. خبرداری از کدام را خطا میکنه؟ از راه از این نه، از این را که تو را اینطور کلان معرفی میکنه تو سلفیستی، تو به عقیده سلف هستی، فقط نجات یافته هستی، دیگران کلش هلاک شده. نه این موقع را اگر تو برای حق باشی دیگران غلط است، چرا مسئولیتی ادا نمیکنی؟ نه تلاش که ولی از غلطی بکشه دیگه. اما تو نجات پیدا نمیتونی. نجات وقتی پیدا میتونی که مسئولیت امر بالمعروف و نهی عن المنکر در سر برسانی.